چقدر تنگه. برو وای دست. برو. حاجی رفتن؟ آره مثل این که خبری نیست. میبرم خبری نیست. میبرم کسی نیست. پاشیم. به نظر پاشیم بریم که هزار پاشیم بریم که زن و بچه‌م رو راست. خدافظ. دستبندو چه غلطی بکنیم حالا؟ تو دیوونه به جای اینکه گوشی رو از نگهبان بدزدی کلیدا رو میدزدیدی. داداش فکرتو به کار بنداز. گوشی بیشتر میارزه یا کلید؟ گوشی خب دیگه. الان چه غلطی بکنی؟ نمیدونم. چیزی به ذهنم نمیاد. حاجی من مثل سگ گوشتمه. حاجی نظرم اینه چند روزی بریم کمپ. اونجا اتاق کنیم. کمپ جنگل داداش. بریم اونجا یه چند روزی اتراق کنیم، یه چیزی اونجا بخوریم، یه خاکی تو سرمون بکنیم، یه سنگی چیزی بخوریم ببینیم این آشغال باز میشه. باش بریم حاجی. دستتو بپوشون. حاجی الان چیا میخوایم؟ واسه کمپمون چیز میخوایم. یه دونه جوجه میخوایم، سیخ میخوایم با باد بزن. آتیش هم که دیگه اونجا هست دیگه. آتیش بریم هم بگیریمش. درخت. یواش بابا یواش، درد میگیره این. چیکار کنم؟ تازه دارم یه نفس راحت میکشم. مبارکت باشه. تازه دارم یه نفس راحت میکشم. یواش. چیکارش کنم خب؟ یه سنگ بعد پیدا کنیم اینو بازش کنیم. لعنتی بیا ببینم اینجا امتحان کنیم نمیشه. با چی میخوای بزنیش الان؟ خب انگشتر من بزنیم. نمیشه. ول کن بابا، بریم جنگل چیزی پیدا میکنیم. ولش. وایسا. سیخ و سنگ. رسیدیم آجی. هنوز یانده. به ویدیو 24 ساعت با دستبند خوش اومدی. تو این ویدیو قراره 24 ساعت با دستبند. بودجه فقط $5 تا شب و سر کنیم. بریم ببینیم چه خاکی می‌خوایم تو سرمون کنیم آجی. بریم. آقا با $5 فقط همین چند تا چیزو تونستیم بگیریم. در حد 200,000 تومان جوجه گرفتیم، زغال و یه زغال گرفتیم، یه فندک و دستمال کاغذی و دو تا سیخ و سیخ و سنگ تریاک و اینا. امیدوارم پلیسا پیدامون نکنن آجی. آره ان شاءالله که خبری نمیشه. خب آتیشو کجا درست کنیم؟ آتیشو اینجا میشه، اونجا هم میشه. اونجا به نظرم بهتره. اونجا صافتره سطحش. آره. یه نگاه بندازیم. یعنی لیوان عرق خوری هم که گرفتن و اوکی. اول زغال بیارم. امیدوارم که الان بارون نیاد. هوا هم ابریه بود. آره. موام گیر میکنه لای دستمنده. فکر کنم داره زخم میشه آجی. خب الان زغالو بچینیم دیگه. زغالو جان زدیکس باشه. آجی ملت چه بد نگاه میکنن خدایی. فکر میکنن واقعا از زندان فرار کردیم. فندک نی ادامه بچه اولین بارم رفتم سیگار فندک خریدم. سیگار تو بده رفیق با کام بزنم. هیچ وقت فکرش هم نمیکردم با دستبند بیایم جنگل. هر ماشینی هم که رد میشه ما رو نگاه زان آهنگ تریاک. سیخ و سنگ. اینم با یه مشمع دیگه. وای شبیه لپ روسیاست. چند تا چیز داره پشت سر. تکون نده دستتو. بوز شو دیگه. تکون بخور مادر سگ. البته تو دستم نمیخواد بزنی آجی. همینو چپ کن تو. همه‌شو بریزم. موتی آجی بریز. برگ توش بود. دستت نخوره به زغالا سیاهش ناموسم. مرسی. تو زندان کی نایک جردن میپوشه؟ جویدن بودی. خب نمیتونم اینطوری بکنم که بعد بیام اینطوری بکنم. منم باید برم باهاش همزمان. حاجی میگیره، امیدوارم بگیره. نگیره بدبختیم به قرآن. میگیره یه جوری میگیره کل چیزو آتیش میزنه. چوبه دمت. اینطوریش میکنی. آره اینطوریش میکنی. کنم همینقدر بس باشه. حاجی بد نگاه میکنم خیلی زایه است.
یات بالا یات. علیرضا بچه‌ش آماده میکنه. من مطمئنم نمیگیره آجی. ما هیچ تخصصی نداریم مثلا تو این چیزا. بیا تست کن ببین. آقای فیلمبردار اما بهتر بلده. چقدر دارک. بابا باریکلا. بابا دست خوش. خاک برسر. مواظب باش چشت نره فقط. هوا رو بچه اگه آلوده تر شد بدونید که کار ما بوده. بکن داداش. آی باریکلا. اوها جان ما هنوز در سعی و تلاشیم دوستان. بالاخره بعد از نیم ساعت سعی و تلاش آتیشمون گرفت. هم سرویس شد. بریم سیخ کنیم. چیز کنیم دیگه. آره من چون دستام چیزه دادم به زغال و اینجور جا دیگه به جوجه نمیزنم. آره من دیگه. این باشه با شما و آقا این یه سیخ آماده شد ببریم اینو بذاریم. یس بالاخره موفق شدیم. باجی خفتمون نکنن وسط بره بیابون. ماشینای وای میسن اینجا من میترسم پشمام میریزه. احساس میکنم بیشتر ترسیدم. بچه‌ها اگه دوست دارید یه سیخ از این جوجه ها رو واسهتون ارسال کنیم حتما تو کامنت ها کلمه جوجه رو ریپلای کنید. این ورش درست نپخته. این سرش هم چیز نیست. سرشو بگیر. علم گوش میلرزه. فقط فیلم بردار. صحنه‌ای که ما می‌بینیم و هیچ کس نمیتونه ببینه. تصورش هم نمیتونه بکنه. سیس فیلمبردار خدا. نیروی بدن خرما خرماشناس. درس جدید تو دانشگاه خرماشناسی. خرماشناسی 3 واحدی هم هست. من این سنگو دوست ندارم رابرت. شبیه داشت. یا چه بوی میده آجی. خدایی خوب پخته شد. من نمره بخورم بعد تست کنیم دیگه. بخورم بعد تست کنم. من میتونست بیشتر بپذیره. نمره 8 رو بهش میدم ولی میافته. اینو بده من. اینو بگیر. دستم کنده شد. اینو بنداز زمین. اصلا نمیخوایمش که اینو. بشقابته. ما فهم نداره. اینو برام نظرتو بگو. نظرت چیه؟ هرچی میخورم میگه عالیه آجی. واسه کسی که گوش نشه سنگم بدی میگه عالیه. آره. خیلی وقت بود تو جنگل جوجه نخورده بودم. آخرین بار طرف دبیرستان رفته بودیم. چه اتفاقای عجیبی افتاد. چی شد؟ آب برد معلمو. ماست موسی گرفته بودم با چیپس بخوریم ماستری. بعد ناظممون گفتش که با دستت اینجوری بکن. نه بابا. به قرآن گفت اینجوری بکن بریز. نمیدونم کجا بریز سر جاش. سر جاش که بندازی سطل آشغال. آها ماست آلوده شده بود طبیعت. خیلی حساس. خیلی ریخته بود آخه. بچه‌ها یه بازی می‌خوایم بکنیم به اسم کی دروغ میگه. کاری که باید بکنیم اینه که یه وسیله‌ای رو مثلا میریم پیدا می‌کنیم. آره. انتخاب می‌کنیم. نباید ببینی حالا یاری که داریم. بعد صداشو در میاریم. آره میدونین چیه دیگه. حدس باید بزنه که چیه. اگه درست بگه که برنده است. اگه نه دوستم اومدم پارک. بیا راستی نشون بدم چی برداشتم به بچه‌ها. بیا جلو. شلوار من علیرضا ببینیم چی برداشته. ما اینو برداشت. خب آها اول بگو چی برداشتی؟ من خب چیه چیز خیلی خاص نیست. یه تیکه زغال برداشتم. خب ولی زغالش چیز نیست کهنه نیستش. از این سالمو بود برداشتم. زغال سالم برداشت. آره. با توجه به اینکه دیدم سمت زغالا داری میری ولی ندیدم که برش داری یا خب داشتیم سمت زغال. فکر می‌کنم داری درست میگی ولی حالا بزن روی چیز. بزنم. بزن روش. داداش این صدا چیزه؟ این صدا سنگه. صدا سنگی. امکان نداره این زغال باشه. تو بزنش ببینم چند بار. من هم نگفتم که چیه که. بگو چیه اول. من دوباره استخون برداشتم. باز استخون برداشتی؟ آره. بزن. نه آجی این استخون نیست. نه استخونه. نه به چیز ببین به آهن یه لحظه وایس. خیلی صداش بابا چیزه به آرومه. مثلا به خب استخون نیست ولی آجی. شایدم باشه. بگو چیکار میتونیم بکنیم؟ بکشش دیگه. بکشش. این از 100% سنگه واسه تو. واسه تو 1000 سنگه. تو هم بکشش. آره ایزاره. میتونی بندازیش از ارتفاع رو آهن؟ بله بندازم. بنداز. تو هم میشه بندازی؟ مطمئن صداش به یه تیکه وسیله‌ای چیزی میخوره. سنگی نیستش مثلا. خب تو هم میشه بندازی من ببینم؟ آره. نه نبینی. بشنوم. یه بار دیگه. محکم‌تر بندازم. محکم.
این خود دیدی؟ سنگه. سنگه؟ سنگ 1000. خب حدس بزنیم. من میگم آنجی یه دونه تو در پلاستیکی برداشتی. من واسه تو رو اگه بخوام بگم که میگم سنگه. سنگه؟ نشون بدیم. 3 2 1. در نبود. آقا خدایی نزدیک بود. پلاستیک بود. دیگه اوکی. قبول داری دیگه. اونو از کجا این پیدا هسته کردی؟ هسته شلیل بود آجی. خیلی شبیه زغاله. صدا تو شبیه فکر سنگه. همه چیز شبیه سنگ بود. اینو میشه بگی چجوری بازش کنیم برادر؟ اینو من میگم- دست من داره نابود میشه. من ایدم اینه که اینو بریم با سنگ بشکنیم. تست کنیم ببینیم میشکنه. همینجا خوبه. یه سنگ بذار. آره. با کلاغو پرس. وایسا ببین بذار رو سنگ، بذار رو خود سنگ. بیا باز شد باز شد. تمومه. آزاد شدیم. وای خب داداش ما که آزاد شدیم. بله. خیلی هم خوش گذشت. کاری با ما نداری؟ منم که بچه‌م رو گاز دیگه برم. برو داداش قربونت. خیلی خوش گذشت. حاجی رفتن؟ آره رفتم. بابا نخند دیگه. اینجوری نشه عین من بشین حاجی. نمیدونی خود تو دقیقا توالتی نشستی. اومدی قهوه خونه. 3 2 1. بابا بازم بابا دیگه